متد فیلتر یکی از متدهایی که توی جاوا اسکریپت خیلی پرکار برده و همینطور توی مصاحبه‌های فنی ممکنه از ما بخوان که این متد رو توضیح بدیم. همینطور توی مصاحبه‌های فنی ممکنه که مصاحبه‌گر از ما بخواد که یک فانکشنی رو طراحی کنیم که کار متد فیلتر رو انجام میده و دلیل این سوال اینه که مصاحبه‌گر میخواد متوجه بشه که ما چه میزان توان حل مسئله داریم. در ادامه این ویدیو به هر دوی این سوال‌ها جواب میدیم. پس با من همراه باشید. همونطور که گفتیم توی مصاحبه‌های فنی ممکن از ما سوال بپرسن که متد فیلتر چیه و چه کاری انجام میده. متد فیلتر یکی از متدهایی که روی آرایه‌ها برای ما قابل دسترسه. متد فیلتر میاد و یک حلقه‌ای روی آرایه من میزنه و در واقع مقداری که می‌خوایم رو برای ما فیلتر میکنه. همونطور که از اسمش مشخصه. اما ممکنه که مصاحبه کننده از ما بخواد که یک فانکشنی بنویسیم که به اصطلاح همین متد فیلتر رو شبیه سازی کنه. پس بیایم به این سوال جواب بدیم. در ابتدا ما باید خود متد فیلتر رو بررسی کنیم. می‌بینیم که متد فیلتر یک کال بک فانکشنی داره. این کال بک فانکشن یک آیتم به من میده، یک ایندکس میده و کل آرایه‌ای که من دارم روش کار میکنم رو به من برمیگردونه. و همینطور بعد توی حلقه زدن زمانی که شرط من برقرار بشه میاد و اون مقدار و اون آیتم رو برای من ریترن میکنه و در نهایت میبینیم که یک آرایه جدید به من میده و آرایه جدید دقیقاً چیزیه که شرط من برقرار بوده، یعنی اعدادی که بزرگتر از 10 بوده. پس بیایم ما یک فانکشنی بنویسیم که شبیه به همین متد داره برای ما کار میکنه. یک فانکشن میخوام داشته باشم که هر اسمی میتونم براش بذارم. به عنوان مثال اسمش رو میذارم my filter. گفتیم که باید یک آرایه دریافت کنه و همینطور یک callback فانکشن داشته باشه. قدم بعدی که ما باید چک کنیم اینه که دقیقاً این پارامترهای ورودی ما آرایه باشن و یا callback فانکشن باشن و اگه غیر از این بود من باید یک ارور هندلینگی براش به اصطلاح طراحی کنم. پس میام یک شرطی اینجا براش قرار میدم و میخوام چک کنم که پارامتر اول من حتما اگر آرایه نبود در واقع میام و از اری و متد isArray استفاده میکنم. این متد میاد آرایه مقدار ما رو چک میکنه و اگر آرایه باشه برای من مقدار تو رو برمیگرده. ولی اینجا چون من علامت تعجب گذاشتم دقیقاً برعکسه. یه حالت دیگه این که حالا کاربر به من یک آرایه داده اما یک آرایه خالی داده. پس در این صورت هم نباید همچین اتفاقی بیفته و در واقع آرایه من نباید طولش 0 باشه. همینطور من باید چک کنم که متد و پارامتر دومی که داره به من میده callback فانکشنه دقیقاً یک فانکشن باشه. پس میام و تایپ آف این callback فانکشن رو چک میکنم و میبینم که چیزی غیر از فانکشن نباشه. پس گفتم اگر آرایه نبود یا آرایه خالی بود یا اینکه پارامتر دوم فانکشن نبود میخوام برای من ریترن کنه یک آرایه خالی. این یک ارور هندلینگ خیلی ساده. ما میتونیم برای هر کدوم از این قضیه ها یک ارور جداگونه ای رو قرار بدیم اما نمیخوام زیاد کد من پیچیده بشه. اگه در غیر این صورت پس در غیر این صورت من یه آرایه ای دارم که طولش هم بیشتر از 0 و پارامتر دوم من هم یک فانکشن. بیایید چک کنیم ببینیم گفتیم متد فیلتر چه کاری انجام میده. متد فیلتر برای ما یک آرایه برمیگردونه. خب پس من باید یک آرایه اینجا داشته باشم. میتونم هر اسمی براش بذارم. اسمش رو میذارم ریزالت. گفتیم که متد فیلتر برای ما روی آرایه‌مون یک حلقه میزنه. پس بیایید یک حلقه هم درست کنیم. یک حلقه فور میسازم. یک شمارنده براش قرار میدم و شرطی که دارم اینه که تا زمانی که در واقع آیه من کوچکتر از طول آرایه من باشه
این حلقه باید تکرار شه و همینطور هر بار آی رو اضافه کنیم. خب نکته بعدی که گفتیم اینه که میاد و یک کالبک فانکشن یا صدا میزنه و اگر مقدار این کالبک فانکشن مقدار تو رو برگردونه میاد و اون آیتم ما رو پوش میکنه توی به اصطلاح آرایه ما. پس من یک شرط اینجا قرار میدم و کالبک فانکشن خودم رو فراخوانی میکنم. گفتیم که کالبک فانکشن من اینجا به عنوان پارامتر ورودی توی متد فیلتر یک آیتم و یک ایندکس و یک اری به من برمیگردونه. من برای اینکه آیتم رو بهش برگردونم میتونم از این شمارنده‌ای که اینجا ساختم استفاده کنم. برای ایندکس هم دقیقاً همین آی رو بهش میدم و برای اینکه کل آرایم رو بهش بدم هم همین آرایه رو بهش پاس میدم. و اگه این شرط من برقرار بود یعنی کالبک فانکشن من مقداری برای من ریترن کرد، پس باید بیاد و به ریزالت من پوش کنه چه مقداری رو؟ دقیقاً همین آیتمی که داخلش هست، یعنی آرایه‌ای که ایندکس آیوم رو داره. و در نهایت که حلقه من اینجا تموم میشه باید برای من ریترن کنه کل آرایه من. خب بریم تستش کنیم ببینیم این متد این فانکشن برای من کار میکنه یا نه. من الان میخوام دقیقاً همین کاری که اینجا انجام دادم رو انجام بدم ببینم این مقدار برای من برمیگردونه. پس میام اینجا و یک نیو نامبر میسازم، نیو نامبرز 2 در واقع میسازم و مای فیلتر خودم رو صدا میزنم، به عنوان آرایه نامبرز رو بهش میدم و یک کالبک فانکشن ازش میگیرم. خب گفتیم که کالبک فانکشن ما یک نامبر به ما میده، یک ایندکس به ما میده و یک آرایه. خب شرطی که میخوام بذارم اینه که الان که به صورت ارو فانکشن هم نوشتم میتونم دیگه این پرانتزها رو نذارم و بگم مقداری برای من ریترن کن به شرطی که نامبر من بزرگتر یا مساویه با 10 باشه. بریم این لایک بگیریم ببینیم چه جوابی من میدن. میبینیم که مقادیر 10 12 15 و 20 رو داره برای من لاگ میگیره، دقیقاً کاری که متد فیلتر انجام داد. یک بار دیگه هم میام و میخوام به اصطلاح ادمین های خودم رو فیلتر کنم. دوباره متد فانکشن مای فیلتر رو صدا میزنم به عنوان آرایه یا به اصطلاح دیتای خودم یوزرز رو بهش میدم، یک کالبک فانکشنی ازش میگیرم که یک یوزر به من میده، یک ایندکس به من میده و یک آرایه به من میده. و گفتیم که میخوایم برای ما چی رو ریترن کنه؟ میخوام یوزر هایی برای من ریترن کنه، یوزری برای من ریترن کنه که به اصطلاح رولش برابر باشه با ادمین. میام اینجا لایک میگیرم مقدار ادمینزو. بله میبینم که توی خروجی یوزر با آیدی 2 و 4 که رول ادمین داره رو برای من برگردونده. امیدوارم که این توضیحات براتون مفید بوده باشه.